الوعي الحضاري وتعيها أذن واعية. خب اگر من بخوام یک جمع‌بندی کلی ارائه بکنم راجع به فکر فلسفی معاصر اسلامی و عدالت، میتونم اینجور بگم که اگر ما نظام مسائل مربوط به عدالت اجتماعی رو به 3 بخش اصلی تقسیم کنیم: چیستی عدالت، چرایی عدالت، چگونگی عدالت، باید بگوییم که فکر فلسفی معاصر اسلامی بیشتر همت خودش رو مصروف بخش اول و دوم کرده، یعنی بیشتر راجع به چیستی عدالت و راجع به چرایی عدالت بحث کردن. چیستی عدالت مثل همون بحث‌های مفهوم شناسانه عدالت، تعریف اصطلاحی عدالت اجتماعی، تفاوت عدالت اجتماعی با عدالت توزیعی، لایه‌های عدالت اجتماعی، اینا معمولاً بحث چیستی عدالت رو تشکیل میده که فلاسفه ما هم راجع به همش هم بحث نکردن، بیشتر راجع به بحث‌های مفهوم شناسانه عدالت و تعریف اصطلاحی عدالت اجتماعی بحث کردن. بحث چرایی عدالت اجتماعی برمیگرده به بحث‌های مربوط به منشأ ارزشمندی عدالت، حسن و قبح عدالت، بایستگی عدالت، این که خاستگاه این بایستگی عدالت و ضرورت عدالت چیه. خب اینجا ورود کردن و فلاسفه ما بحث کردن. البته اینجا هم همه جانبه بحث نکردن، یعنی متعرض تحلیل و تفسیر غربی ها از خاستگاه ارزشمندی و بایستگی عدالت نشدن، یا مثلا در جهان اندیشه کسانی که از منکرین عدالت اجتماعی محسوب میشن وارد بحث با اونها نشدن و اون آرا رو بحث نکردن و در واقع به نحو ایجابی نقطه نظر خودشون رو راجع به ضرورت و بایستگی عدالت بحث کردن. البته بنده تو کتاب بازاندیشی عدالت اجتماعی، چون اصلا تمام این کتاب راجع به چیستی و چرایی عدالت اجتماعی هست، اونجا خب مصطفی بنده بحث کردم و ادله منکرین رو بحث کردم، چه در جهان اسلام چه در سنت لیبرالیسم ادله منکرین عدالت اجتماعی رو بحث کردم. البته بار دیگه تاکید میکنم کسی در عالم منکر عدالت نیست، اما منکر عدالت اجتماعی زیاد هست، چون فرق است بین عدالت و عدالت اجتماعی. عدالت اجتماعی به معنای که شما بخواهید جامعه رو بر اساس یک نظریه‌ای راجع به عدالت اجتماعی و مدلی از و الگویی از عدالت اجتماعی بخوای بیای جامعه رو مهندسی بکنی و مناسبات اجتماعی رو وفق اون نظریه عدالت تغییر بدی. اینه که مخالف داره و تو دنیا و حجت یک عده‌ای مخالف عدالت اجتماعی هستن، اما کسی مخالف عدالت نیست. عدالت رو همگان ارزش میدونن، اما عدالت اجتماعی مخالف داره، منکر داره. ذیل بحث چرایی عدالت اجتماعی، طبعا هر کسی که ذیل چرایی عدالت اجتماعی بحث میکنه باید بتواند در مقابل ادله منکرین عدالت اجتماعی که نه تنها عدالت اجتماعی رو یک ارزش و یک ارزش بایسته نمیدونن، بلکه اصلا مخرب میدونن و اینکه تبعات منفی داره و این نوعی به اصطلاح حتی یک پیامدهای نااخلاقی داره، پیامدهای غیر اخلاقی داره.
مثلا بعضی از اینها تعبیر میکنن که این مسئله باز توزیع ثروت یا مالیات مضاعف که به اسم عدالت اجتماعی یا عدالت توزیعی گرفته میشه، این رابریه، این رهزنیه، یه جور دزدیه. شما دارید از کسانی که تلاش کردن و در یک رقابت آورده اقتصادی بیشتری برای خودشون دارن، به اسم عدالت اجتماعی شما دارید ازشون میگیرید. این نوعی سرقته، نوعی راهزنیه و مخالفین داره تو دنیا. خب اینا باید پاسخ داده بشه و از منظرهای گوناگونی که انکار میکنن عدالت اجتماعی رو بحث بشه. خب فیلسوفان معاصر ما عمده بحثی که در حول عدالت اجتماعی دارن مربوط به بخش اول و دوم میشه، یعنی بخش چیستی عدالت و چرایی و ضرورت عدالت. اما یکی از مهمترین بحث ها در حوزه عدالت اجتماعی محور چگونگیه که از قضا نسبت به دو بخش دیگه گرچه رتبتاً متأخر است، اما به لحاظ تاثیرگذاری این بسیار تاثیرگذاره. یعنی منطقاً تا بحث از چرایی و چیستی نشود نوبت به چگونگی نمیرسد، چون منطقاً اگه شما نتوانید ضرورت عدالت و ارزشمندیش رو اثبات بکنید، نوبت به بحث راجع به چگونگی استقرار عدالت نمیرسه. بحث در چگونگی عدالت منطقاً مبتنی و مؤخر است نسبت به بحث در چیستی و چرایی، اما به لحاظ اثر و به لحاظ چینش مناسبات اجتماعی و تاثیرگذاری در مناسبات اجتماعی، این بحث چگونگیه که بسیار اثرگذار هست. چون بحث‌های مربوط به چیستی و چرایی عمدتاً بحث‌های یا مفهومیه یا تحلیلیه یا بحث‌های فلسفیه، انتزاعیه. اما بحث چگونگی به اعتقاد بنده، بحث چگونگی عدالت خودش 3 محور اصلی داره. محور اولش بحث مبنا و معیار عدالته، یعنی بحث اصول عدالته. به تعبیر دیگه در این بخش اول یا محور اول چگونگی عدالت سخن اینه: اگر بخواهیم جامعه عادلانه‌ای داشته باشیم و نظام مناسبات در کل جامعه یا عرصه‌ای از عرصه‌های جامعه عادلانه شود، اون معیار، پایه، مبنا و اصول عدالت چیست که وفق اون اصول ما میتونیم مناسبات رو عادلانه کنیم. مثلا کسایی که تو بحث عدالت اجتماعی گرایش سوسیالیستی دارن، اینا نوعاً پایه و مبنا رو روی نیاز میبندن. میگن انسان‌ها یک سری نیازهای اساسی دارن. جامعه عادلانه است که بتواند این نیازهای اساسی رو برای آحاد جامعه فراهم بکنه. پس در بحث استقرار عدالت، چگونگی عادلانه شدن جامعه، پایه و مبنا باید بحث نیاز باشه. اونایی که روی اکوالیتی یا برابری یا مساوات تکیه میکنن، مساوات طلب هستن که خود این مساوات طلبی هم ویراست‌های مختلفی داره. مثلا جان رالز خودش به یه نوعی اگالیتاریان
یا مساوات طلبه. کوهن یه جوری دیگه، یعنی اینا قرائت‌های مختلفی از مساوات طلبی وجود داره، اما اینا روی مفهوم برابری، رو برابری تاکید میکنن. یه عده‌ای رو استحقاق تاکید میکنن، یه عده‌ای مثل فیلسوفای ما رو اعطای حق ذی حق، یعنی اصلا میگن پایه و اساس حقه، یعنی استقرار عدالت گره میخوره با تشخیص و تنبیه حقوق فردی و اجتماعی و تلاش در جهت احقاق این حقوق و اعطای این حقوق. این عدالت رو میبندن، عدالت رو روی حق، بعضی میبندن رو برابری، بعضی میبندن. این بحث چگونگیه، یعنی محور اول بحث چگونگی تعیین مبنا و پایه و معیار عدالت. محور دوم بحث چگونگی مدلینگ، ارائه مدل و الگوه که خب شما تو اقتصاد، تو آموزش، تو نظام آموزشی، تو نظام بهداشت و سلامت، توی بحث امنیت، توی بحث مناسبات سیاسی، عدالت سیاسی، شما چجوری این مدل سازی بکنید مناسبات سیاسی یک جامعه رو که اون عدالت سیاسی برقرار بشه. تو بحث آموزش، تو حوزه فرهنگ، اگه میخواد عدالت فرهنگی حاکم بشه، عدالت آموزشی حاکم بشه، بر اساس اون بحث مبنای خودت، شما توی بحث مبنا همینجوری بگی نیاز یا همینجوری بگی برابری که مسئله حل نمیشه. اون تازه شما رو چارچوب میده. یعنی وقتی تو بحث مبنا و معیار عدالت، وقتی میگی رو نیاز میبندم عدالت رو، یا رو برابری میبندم، یا رو حق میبندم، حالا این سوال واسه شما مطرح میشه که خب حالا این نظام آموزشی یا نظام سیاسی یا نظام فرهنگی که میخواد رو بحث حق سوار بشه، حق فلبین اینجا چجوری نظامش چجوری تنقیح میشه، مدل چه مدلی میشه که بر اساس او شما بتوانید بگویید که مناسبات عادلانه بر محور حق و اعطای حق ذی حق، یا بحث نیاز همینجور. اقتصاد رو، نظام تولید، توزیع و خدمات رو چگونه و با چه مدلی ما بچینیم که نیاز محور بشه و به نحو حد اکثری نیاز آحاد برطرف بشه. این مدل سازی، یعنی صرف نظریه پردازی تو محور اول چگونگی به ما و اینکه شما معیار و مبنا رو مشخص کنید کار تمام نمیشه. تو استقرار عدالت احتیاج به مدل سازی و الگو سازیه. اینجا دقت بشه، من نمیخوام بگم یک نظریه پرداز عدالت در محور چگونگی همه کار باید یه نفر انجام بده، خودش انجام بده. من میخوام بگم مسئله ساحت چگونگی عدالت که ساحت استقرار عدالت است، برخلاف ساحت چیستی و چرایی. چیستی و چرایی ساحت‌های انتزاعی عدالت هست، اما چگونگی میخواد بیاد تو ساحت استقرار عدالت در جامعه. این سطوحی از بحث وجود داره، 3 سطح از بحث وجود داره. یه سطحش تعیین اصول عدالته، تعیین مبنا و معیار عدالته. سطح دومش ارائه الگو و مدل برای هر بخش و عرصه از عرصه‌های اجتماع مبتنی بر اون مبنا و معیار و اصول عدالت. ساحت سومش تعریف سنجه ها و شاخص هاست. خب گاهی وقت شما نظریه پردازی میکنید، مدل سازی هم میکنید، میرید سراغ استقرار این مدل، استقرار الگو. شما اینجا
نیازمند نظارت و ارزیابی هستید که آیا واقعا این الگو پیاده شد، اون نظریه پیاده شد. اینجا سنجه و شاخص میخواید. سنجه و شاخص به شما میگه، مثلا شما مثلا میگیم مثلا اون نظریه های عدالت که روی رفاه میبندن، چون عرض کردیم بسیاری از نظریه های عدالت توزیعی در سنت لیبرال دموکراسی رفاه محوره و رفاه خیلی و تلقی که از رفاه وجود داره خیلی نقش آفرینه. خب تو نظریه پردازی تو حالا توزیع باشه، تو تولید باشه، تو خدمات باشه میاد. اما واقعا رفاه جامعه بیشتر شد یا بیشتر نشد، این سنجه و شاخص میخواد. این سنجه ها و شاخص ها باید تعریف بشه تا بر اساس اون سنجه ها و شاخص ها بشه قضاوت کرد. از وقتی که این الگو و مدل تعریف شد و این مدل اجرایی شد، آیا جامعه از وضع پیشین به قول شما پیشا عدالت تا الانی که مدعی هستید که عدالت توزیعی حاکم شد، آیا واقعا این اتفاق افتاد؟ این سنجه ها و شاخص هاست که میتونه این شاغول و ترازو داوری نسبت به اینکه اون چگونگی اتفاق افتاد یا نه و اون استقرار عدالت اتفاق افتاد یا نه، این قضاوت و داوری صورت بگیره. اینا کار یک نفر نیست که بگیم خب دیگه هر کسی شد نظریه پرداز عدالت و وارد وادی چگونگی شد، تمام این سه تا لایه رو خود اون فرد و شخصش باید همه رو تطبیق کنه. نه، یه نظریه پردازی میاد رو مسئله برابری و مساوات میبنده، دفاع نظری میکنه، به اصطلاح عقلانیت اون نظریه رو به منصه ظهور میرسونه. متقاعد میشند دولت مردا، چون گفتیم مخاطب اصلی ترین مخاطب نظریه عدالت معمولا نهادهای قدرت سیاسی هستن، اصلی ترین. اون وقت اون کسانی که دل داده این نظریه میشن تو مرحله مدیریت و کارشناسی اینا میتونن اونا رو مسئله مدل کار بکنن، یه عده رو مسئله شاخص‌ها کار بکنن. به تعبیر دیگه تو فضای چگونگی اون بحث اول که عبارت باشه از تعیین اصول عدالت و مبنا و معیار عدالت، یک پارادایم درست میکنه برای استقرار عدالت. ذیل این پارادایم خب افرادی میان فعال میشن و تو اون زمینه کارشناسی میکنن، تو اون زمینه مدل سازی میکنن، تو اون زمینه این کار اتفاق افتاده. ولی این خیلی خلاف توقع و انتظار بیجاییه که بگیم که یک فرد به عنوان نظریه پرداز این باید از اون چیستی عدالت گرفته تا چرایی عدالت تا چگونگی عدالت به جمیع مراحلش یک نفر باید این کارو بکنه، وگرنه میگیم فلانی نظریه پرداز عدالت نیست. بنده در آغاز کتاب مطهری و عدالت اونجا بحثی مطرح کردم که به چه کسی میگیم نظریه پرداز عدالت. اینجا گفتم یک تفسیر مضیقی هست، یه تفسیر موسعی هست. تفسیر مضیق میگه هر کسی اگر تمام نظام مسائل عدالت رو من البدو الی الختم، از اون بحث چیستی تا چگونگی و همه مراحل چگونه، اگه کسی در تمام این مسائل نظریه پردازی کرد و ورود عالمانه و نظریه پردازانه پیدا کرد، به اون میگیم فیلسوف عدالت، به اون میگیم نظریه پرداز عدالت. این تفسیر بسیار مضیق، غیر واقع بینانه و نشدنیه. یه تفسیر موسع است و اونه که هر کسی درگیر شد به این نظام مسائل عدالت، حالا به مقداری که تو اون زمینه ورود میکنه و نظریه پردازی میکنه و آورده عالمانه داره، این میشه نظریه پرداز عدالت. حالا
یک کسی ممکنه متمرکز تو بحث چیستی و چرایی بشه، یکی تو بیاد چگونگی بشه، چگونگی بیاد تو بحث اصول عدالت کار بکنه، یا نه یک پارادایم رو بپذیره، یک نظریه عدالت رو تو زمینه اصول عدالت و مبنای عدالت بپذیره، ذیلش بیاد راجع به مدل سازی تو حوزه آموزش کار بکنه، مدل سازی اون نظریه تو حوزه بهداشت و درمان کار بکنه، مدل سازی یا تو حوزه سنجه ها و شاخص ها کار بکنه. پس بنابراین تو یک جمله بخوام بگم، یعنی عدالت اجتماعی و استقرار عدالت اجتماعی نیازمند مجموعه ای از نظریه پردازی های عدالت هست، نه یک نظریه. این تلقی بسیار ساده لوحانه و ساده انگارانه است که خیال کنیم که اگه یک کسی بگیم آقا فلانی نظریه جامع عدالت اسلامی را گفت، اصلا این خیلی ساده انگاری قصه هست. بله میشه کسی بیاد در مقام یک ارائه یک پارادایم در مسئله استقرار عدالت اجتماعی اسلامی یک نظریه پردازی بکنه، اما باید ذیل او خیلی کار بشه تو بحث استقرار عدالت، مدل سازی. یعنی ما نیازمند یک دانش نیمه بنیادی و توسعه‌ای هستیم که ذیل اون پارادایم عدالت اجتماعی توی حوزه‌های مختلف و عرصه‌های مختلف اجتماع، از سیاست و آموزش و علم و فرهنگ و اقتصاد و جنبه‌های مختلف، این مدل سازی صورت بگیره، سنجه‌ها و شاخص‌ها تعریف بشه، بازخورد گرفته میشه، تا ما برسیم بگیم آقا مثلا عدالت آموزشی برقرار شد، عدالت بهداشتی و درمانی برقرار شد، عدالت فرهنگی برقرار شد. پس بنابراین یک امر استقرار عدالت اجتماعی یعنی ساحت چگونگی، این ساحت پرمخاطره‌ایه و پرزحمتیه. اون قسمت چیستی و چرایی سر سبک سنگه، چون جنبه انتزاعی و نظریش قویه، جنبه تحلیلیش و فلسفیش قویه، اما این قسمت چگونگی چون با عینیت جامعه، با تغییر مناسبات اجتماعی موجود تماس پیدا میکنه، بسیار حساس و پرمخاطره و پرزحمته و در واقع ذیل هر پارادایم و ذیل هر کلان نظریه راجع به چگونگی عدالت موجی از کار علمی باید اتفاق بیفته در سطوح مختلف نظریه پردازی، از کار کارشناسی و کار مدیریتی گرفته و اطلاعات کافی میدانی. به تعبیر دیگه در بحث چگونگی عدالت به شدت نیازمند وضعیت شناسی هستیم و دانش‌های مربوط به وضعیت شناسی که درآمیخته بشه با اون دانش‌های نظری مربوط به نظریه پردازی عدالت، تا بشه از توش یک مدل سازی واقع گرایانه اتفاق بیفته و سنجه‌ها و شاخص‌ها هم وفق او تعریف بشه و اجرایی بشه، باگاش گرفته بشه، ضعفاش گرفته بشه، نواقصش گرفته بشه، تا بگیم تو اون زمینه و تو اون ساحت از ساحت‌های حیات جمعی به استقرار عدالت نزدیک شدیم یا تونستیم به شکل مطلوبی عدالت رو برقرار کنیم. بنابراین من اون جمله‌ای که در جمع‌بندی عرض کردم این بود که فیلسوفان معاصر اسلامی در بحث عدالت اجتماعی به شکل متوازنی کار نکردند. تمرکز عمدتاً بر ساحت چیستی و چرایی بوده و ساحت چگونگی
بسیار در این زمینه کم کار شده و فیلسوفان معاصر ما، اونم بخشیشون، تعدادشون، آن هم در زمینه خصوص مسئله حق یه مقداری ورود کردن، اما رو دیگر مفاهیم کلیدی یا معیارها و مبناهای دیگه بحث جدی نظری و نظریه پردازی جدی تو اون زمینه صورت نگرفته. خب با این بحث تقریبا ما اون بخش عدالت در فکر فلسفی معاصر رو به اتمام میرسونیم. اگر خدا توفیق داد از درس گذشته عدالت در فکر فقهی معاصر رو شروع میکنیم. الحمدلله رب العالمین. الوعي الحضاري.